والسراج المنير سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قبلا از الله بسیار بسیار مهربان دعاگاه هستم که خدای مهربان این حضرت داملا محمد طیب یا شیخ محمد طیب هر چی که گوییم انشاءالله در راست ایشان خداوند رحمت و مغفرتشون کنند و الله مهربان این خیرها و این احسانها و این نوبت به نوبت پند و نصیحت هایی که شدن ثواب ای را بر روحشان رسانند و از این حضرت فرزندایی که باقی موندن خدای مهربان راه و رویشی پدر و راه و رویشی پیامبری نازنین مونه خداوند توفیقشان تید که اختیار کرده باشند. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گیمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید به مانند پسریاس، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند میل های ما و شما را، محبت های همه ما و شما را باز هم به سوی دینش زیاد گردانند. حقیقتا برادر ما قاری بسیار اشاره خوبم کردن که هر یک لحظه هایی که میشینیم با چی قدر تأکید هایی که در آیت های قرآن، حدیث های پیامبر داریم که باید هر یک لحظه های ما خالی از پند و نصیحت باید نباشد. از این لحاظ من از همین فرصت های بسیار مناسب استفاده برده و یک حدیثی را به خاطر ثواب از پیامبری نازنین ما گفتم میگذاریم. برادر عزیز، راوی حدیث حضرت سهل ابن سعد ساعدی است و جناب امام نسائی این حدیث حکمش حسن میگه. حضرت سعد ساعدی میگه جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و سلم. برادران عزیز و گرامی، یک نفری میگه نزد پیامبر نازنین آمدن و قال دلنی علی عمل اذا عملته احبنی الله و احبنی الناس. میگه وقتی این مرد پیش پیامبر نازنین در داخل شید، از پیامبر پرسید که دلالت کن مرا بر عملی که هرگاهی که پایبندی همون عمل شوم، هرگاهی که انجام دهنده همون عمل شوم، الله
و مردم مرا دوست دارند. پیامبرمون گفتن که اذهب فی دنیا یحبک الله و اذهب فی ما عند الناس یحبک الناس. پیامبر نازنین گفتن از دنیا تقوا کن، الله دوستت می‌دارد و هیچ وقت در دست مردم داشتگی چیز شونده طمع نکن، یا هیچگاه مقصد همین محبت و میل به داشتگی مردم نداشته باشی، مردم دوستت می‌دارد. برادران عزیز، این حدیث وقتی که حدیث هم میخونی، حدیث عبارت از شرح ها هست. وقتی شرح حدیث هم میبینی، الله مهربان رحمت کنه همین دانشمندای ما را، علمای ما را که در شرح همین حدیث آوردن که اولا بینیم برادران عزیز و گرامی که فایده هایی که در این حدیث هست. فایده هایی که در این حدیث هست، یکی از فایده های این حدیث برادران عزیز این است که پیامبر هر یک لحظهش اصحاب استفاده می‌برد. ولی ببینین در خدامون هم همین مسئله هست که وقتی یک اهل علم در یک محفل که حاضر میشوند، آدمانی که انشاءالله میخواهند که استفاده برند، هیچ وقت مقصد داملو را نمیگذارند که وقتش به خالگی بگذره، از او یکی استفاده میکنن. همین عیناً یکی از فایده همین حدیث هم شارح های حدیث میگد که این است که اصحاب پیامبر از پیامبر بسیار استفاده میکردن، سوال ها میدادن، جواب میگرفتن. دوم میگه فایده این حدیث این است که اصحاب پیامبر چقدر سوال های زیبا میدادن. شما بینیم برادران که دولنی علی عمل اذا عملته احبنی الله و احبنی الناس. چقدر سوال زیبا هست، چقدر سوال بی‌نهایت خوبی است که ای پیامبر مرا دلالت کن بر یک عملی که انجامش دادم، الله و رسولش الله و مردم مرا دوست دارند. از این لحاظ برادرای عزیز و گرامی، ما مثل این سوال ها در حدیث ها بی‌نهایت زیاد داریم. ما حتی باز حدیث های داریم که دولنی علی عمل اذا عملته ادخلنی الله الجنه. حتی ای پیامبر دلالت کن مرا بر یک عملی که انجامش دادم داخل جنت شوم. سوال هایی هست از پیامبر میکردن، مثل سفیان ابن عبدالله پیش پیامبر آمد و از پیامبر گرامی سوال کرد، ما اخوف ما تخاف علیه. حضرت در حق ما از چی چیز بسیار میترسیم؟ یعنی چی چیز هست که ما خودمان از او احتیاط کنیم؟ برادرای عزیز، این حدیث ها تعلیمات شبیه است که ما باید که سوال های درست، سوال های بسیار با مورد، سوال های بسیار لازمه باید پرسیم. دیگر ببین که میگم محبت همین صحابه را ببین که مرا بر یک عمل دلالت کن که تا من در محبت الله داخل شوم.
یعنی پیامبر کنی یگان چی عملی باشد اگر پیامبر گرامی هر عملی از سختی ها و مشکلات هم که میشید میگفت این نفر سوال گرنده حتما او را اجرا میکرد به خاطری که او را الله مهربان دوست دارد. برادرای عزیز ما حدیث بسیار طولانی هم داریم خیلی حدیثی بگیم انا قریب یک ورق نصف ورق همین حدیث است که امام مسلم میاره در صحیح خودش که وقتی که بنده ای را که الله دوست بداره مقربترین همون فرشته که جبرائیل است فیرادش میکرده است. دعا جبرائیل بین فیرادش میکرده است برای چی؟ میگفتستش که اینی احب فلانا فاحبه فیحبه جبرائیل. هر نزد جبرائیل در میگفتست جبرائیل من فلانی را دوست میدارم تا هم دوستش بدار. میگه جبرائیل هم دوستش میداره. ثم نادى فی السما بعد از آن میگه جبرائیل در آسمان ندا میزده است ان الله یحب فلانا فاحبه. بین در آسمان میگفت است ای اهل آسمان میلیارد ملائکه ها. الله قرآن دا میگه و ما یعلم جنود ربک الا هو بجز ذات من عدد فرشته های من ملائکه من هیچ کس نمیدانه. اگه در همون قدر بین محشر ملائک جبرائیل صدا میزده است ای مرد جمع ملائکه آگاه باشید که خداوند فلانی را دوست میدارد شما هم دوستش بدارید. بعد از میگه ثم یوضع له فی الارض بعد از آن میگه همین اعلان هم در روی زمین میکنه و محبت همون مقصد همین بنده را در دل مردم جا میکنه. از این لحاظه که این اصحاب میگه که مرا دلالت کن بر عملی که مرا الله دوست بداره و همچنان مردم هم دوستم بداره. پس پیامبر گرامی چی توصیه داد؟ چی راهنمایش کرد؟ گفت اذهب فی دنیا یحبک الله. بین از دنیا احتیاط کن زیرا ما در دیگر حدیث ها فتقوا الدنیا هم داریم فتقوا الدنیا و اتقوا النساء هم داریم. از دنیا و از زن احتیاط کنیم. پس بین احتیاطی از دنیا چیه؟ زیرا که تاریخ ها را بخونی بسیاری از نفرها را دنیا فریفته کرد. دنیا با خودش وقتی که جذبش کرد وقتی با خودش مشغولش کرد از آفریدگارش و از مقدساتش ای همه بگیم این بنده را دور کرد. از همین لحاظ پیامبر گرامی میگه که شما احتیاطی در دنیا داشته باشید. مبادا به خاطر همین دنیا شما یکی ربطانه یکی مقصد پایبندی تانه از دین تان نکنین. در آیت های قرآن فلا تغرنکم الحیات الدنیا آمده است. خداوند با همچون با یک ندای مهربانانه برای ما گوشزد دارد که بین یکی مبادای دنیا فریبتا نکنه. سعید ابن جبیر یکی از کبار تابعین میگه که میدونین که همین دنیا فریبش معناش چیه؟ یعنی لذایز نعمتهاش ترا به خودش مشغول میکنه و شما از بندگی عقیب میمونین. اینا میگن فریب کردن دنیا. شیخ سعدی میگه تو را دنیا همه گوید شب و روز که هان از صحبتم پرهیز. میگه حتی دنیا هم تا نداد میکنه نه که قطیمه همنشین نشه، میگه با من رفیق نشه، از من کوشش که خطا دور بگیر. تو را دنیا همه گوید شب و روز که هان از صحبتم پرهیز مده خود را فریب از رنگ بویم که هست این خنده ای من گریه آمیز. مقصد حقیقتا اگر در من داخل شوی، گفتی فضیل ابن عیاض که داخل شدن در دنیا آسان لیکن بیرون شدنش بسیار مشکل است. برای همین
حقیقتا با تو من معامله میکنم راسا میکنم دایم مثال دهنت پری خنده وقتت خوش آید نه که وقتی گسیل کردن ده گریه کده میره. عزیز و گرامی ما در دنیا مقصد در دنیا زندگی کردن حیات به سر بردن چخیلی که حاضر ما و شما هستیم اینها یگان خطا و یگان سهو و یگان لغزش نیست. فقط ما برادران عزیز در دنیا احتیاط کنیم که به خاطر دنیا همان خانه آخرت و مقصد خانه قبر و اینها را در تشویش نمانیم. همچنان در دوامش گفت اگر خواهی که مردم دوستت بداره اینجا در گفت اینجا هم تقوا کن از آن چیزی که در دستی مردم هست. هوسخوری نکن در هر چیز خداوند برای هر کس هر چی میده. هوس مقصد دادگی مردم نخو. حتی بعضی ها دیدین که باز در نسلشون با ممکن که تعریفشون هم کنیم که ای تو مثال فلان چیز داری ای تو فلان چیز داری آفرین ایرا بین فلان. این همین چیزها ارزش نداره آخی. همین ارزشی هم را ندارد. ولی یک قصه در همون مکاشفت القلوب ای جناب امام غزالی میگه که میگه وقتی که مر سلیمان علیه السلام میگه وقتی سلیمان میگذشت به نزد یک عابد یک آدمی که در دستش یک تسبیح و الله را یاد میکرد الله اکبر میگفت سبحان الله میگفت ببین سبحان الله گفتن میگید. حضرت سلیمان که بسیار لشکری کلان داشت مالهای بسیار داشت میگه گذشت همین عابد میگه همین بنده که در دست تسبیح بود حضرت سلیمان دید گفت لقد اتاک الله مالا کثیرا. هی حضرت سلیمان خوش به حالت اینقدر الله ترا داده. میگه حضرت سلیمان به طرف هم بنده خدا گشت و گفت لتسبیحة فی صحیفة مؤمن خیر مما اوتی ابن داوود. یک تسبیحه که تو میگوی گو بچم یک سبحان الله که تو میگوی این بالاتر و بهتر است از آن چیزی که خداوند بچه داوود داده یعنی حضرت سلیمان داده. برای همین پیامبر گرامی میگه تقوا کنین آن چی در دست مردم هست مردم دوست می‌دارن. وقتی که هوس مال مردم خوردی وقتی طمع در مال مردم کردی مردم هم نازت نمیبینن. از این لحاظ این حدیث برادران عزیز و گرامی ما را هشدار می‌دهد که خواهیم که الله دوست ما بداره در دنیا قدمونه با احتیاط مانیم و دانیم که این دنیا اگر وفا میکرد به همون پیامبر نازنین میکرد. اگه با او که نکرد ما و شما مقصد کیم و چیم هر کس خودش بهاشه بده. خدای مهربان بازم میل محبت همون به دین خدا زیاد کنه و الله را دعا کنیم که هر یک نشستایی که داشته باشیم ای کاش مقصد هر کسی که حدیث هم میداند معنای آیت هم میداند هر یک لحظه ها را مقصد خدای مهربان توفیق مونده که بیهوده نگذرانیم. یک آیت قرآن یا حدیث پیامبر گوش کنیم تا یک باز برای ما و شما یک فایده و یک منفعت و از این شنیدگی ها پیدا شود و خدای مهربان باز هم حضرت رحمت و مغفرت کنه. باقی مانده فرزنداش خدا عمری دراز ایمان کامل و علای مهربان میل های ما و شما را محبت های ما و شما را باز هم به سوی دین خدا زیاد بگرداند. آمین یا رب العالمین. الله